سامانه مستقل خبری پامیر دیلی نیوز که رویدادهای مربوط به بدخشان را پیگیری میکند خبر داد که دو ساکن این ولایت لیدر جوانان محله برخورخ صادق احمدبیکوف سال تولدش 1985 و گولیوزوف سال تولدش 1992 در فرودگاه دوشنبه بعد بازگشتشان از ترکیه دستگیر شدند. بنا به اطلاع نشریات در حال حاضر احمدبیکوف و گولیوزوف در اداره عبوب در شهر دوشنبه قرار دارند و بر اساس قسم دوم ماده 237 کودکس جنایتی تاجیکستان به افباشی عیبدار میشوند. منابع آگاه گفتند که آنها را به دست داشتن در زنازنی گروهی بین مخلصان دسته های محله های برخورق و گولکن در ماه سپتامبر سال 2020 عیبدار میکنند. شام 5 انور در تلویزیون بدخشان در یک گزارش گولیوزوف و احمدبیکوف را به افباشی عیبدار کردند. مقامات تا کنون شرح ندادند که آیا بازداشت این دو ساکن بدخشان به اعتراضهای اخیر در خورخ نیز ربط دارد یا نه. پامیر دیلی نیوز عکس قرار دادگاه خورخ از 28 نوامبر سال 2020 را نشر کرده میگوید احمدبیکوف را برای آن زنازنی مخلصان علیه 406 سامانی جریمه بسته بودند. با این وجود صادق احمدبیکوف در گزارش نشر شده در تلویزیون بدخشان اعتراف گناه کرده گفته است جوانان خورخ تحت تاثیر گروه‌های متشکل جنایتی قرار دارند و او گویا خودش با خواهش خودش به دوشنبه آمده است تا که به مقامات تسلیم شود. احمدبیکوف و گولیوزوف ورزشگران در بدخشان شناخته حساب می شدند. بازداشت آنها در پس منظر اعتراضهای اخیر خورخ است. یادآور می شویم در پایان ماه نوامبر در پی در بازداشت به طور مرموز کشته شدن ساکن نوحه روشقله گلبدین زیابیکوف در مرکز ماموری ولایت مختار کوهستان بدخشان اعتراضهای سر زد که از 25 تا 28 نوامبر 4 روز دوام کرد.